اینک توجه کنید به سلسله سفر به سوی خوشبختی. عنوان برنامه کنونی ما بعضی ها می گویند آیا در بهشت خسته می شویم؟ می باشد. شنونده باشید. بعضی ها می گویند آیا در بهشت خسته می شویم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. بهشتیان امروز به کاری مشغولند و شادمانند. آنان و همسرانشان در سایه های بر تخت ها تکیه زده‌اند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. براستی آنانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند جایگاه پذیراییشان باغ‌های فردوس است. در آنجا جاودانه اند، از آنجا تغییر و تحول نجویند. خوشبختی حقیقی همان بهشت است. بعضی ها می پرسند آیا در بهشت پول هست؟ در جواب این سوال باید گفت در آنجا پول نیست. پول وسیله خوشبختی است، نه خود خوشبختی. پول یک تکه کاغذ است که آن را از وسیله نمی توانی تبدیل به هدف کنی. پول وسیله برای خرید چیزهایی است که خوشبختی را برایت مهیا می سازد. ولی تو در خوشبختی و سعادتی هستی که به آن نیاز نداری. انسان در دنیا از چیزهای نادر و کمیاب لذت می برد و نمی داند چه کار کند که همیشه برایش باقی بماند. و اگر به کثرت وجود داشته باشند از آنها دل سرد می شود. اما در بهشت چیز نادر و کمیابی وجود ندارد. هر چیز در برابرت هست. تنوعی زیاد لذت‌ها تا بی‌نهایت تو را بر آن می‌دارد که خسته و دلسرد نشوی. در آنجا ندرت و کمبود وجود ندارد. همه چیز پیش رویت است. ولی این تنوعی زیاد پایان ناپذیر تو را بر آن می‌دارد که همواره بدون انقطاع لذت ببری. این حقیقت خوشبختی است. همه اینها به خاطر تو است ای انسان. در مقابل مسافرت کوتاهی که 60 سال است، در این مسافرت بر سختی ها و از دست دادن دوستان صبر کن تا نعمت ابدی را به دست آوری. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالیه الا ان سلعة الله الجنه. هر کس بترسد از اول شب حرکت می کند و هر کس اول شب حرکت کند و منزل خواهد رسید. منظور سرعت و سبقت و آمادگی همیشه در طاعت و عبادت الله است. آگاه باشید که کالای الله گرانبهاست. آگاه باشید که کالای الله بهشت است. آیا کسی هست که آستین‌هایش را برای رسیدن به بهشت بالا زند؟ دنیا آسان است و خوشبختی کامل بهشت است. پس آمادگیت را از همین حالا بگیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی را با بهشت اصلاح کرد. مشکلات دنیا را با اندیشه بهشت معالجه نمود. تمام عرصه های دنیا نیاز به اصلاح دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با تشویق به بهشت آنها را اصلاح کرد. ببین چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم مسائل امت را از طریق بهشت اصلاح کرد. 1. مسئله نیکی به پدر و مادر. با یادآوری بهشت آن را معالجه کرد. و رغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم یدخله الجنه. دور باد کسی که پدر و مادرش نزد او به پیری برسند و آن دو او را وارد بهشت نکنند. 2. علم و فراگیری آن. مشکلات پدران با فرزندان تنبلشان، مشکلات فرزندان در تنفر از تحصیل را پیامبر صلی الله علیه و سلم با بهشت حل کرد.
حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که می‌فرمایند: من سلک طریقا یبتغی فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. هر کس راهی را بپیماید که در آن راه علم را جستجو کند، الله متعال راهی را به سوی بهشت برای او آسان می‌گرداند. در اینجا پسری که از کتاب و تعلیم متنفر است با عاشق کتاب و تعلیم تبدیل می شود. 3. در وقتی از دست دادن فرزند محبوب. همچنین کسانی که فرزندانشان را در نوجوانی از دست می دهند. حدیث قدسی با آنها می گوید: اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنگامی که فرزند بنده می میرد، الله از فرشتگانش می پرسد: آیا فرزند بنده‌ام را قبض روح نمودید؟ فرشتگان می گویند بله. الله می پرسد: میوه قلبش را چیدید؟ می گویند بله. الله متعال می فرمایند: بندم چی گفت؟ می گویند حمد تو را به جا آورد و انا لله و انا الیه راجعون گفت. الله متعال می فرماید: برای بندم در بهشت خانه‌ای بسازید و آن را خانه حمد بنامید. چیزی آتش جدایی فرزند نزد پدر و مادر را خاموش نمی کند مگر شیرینی ملاقات در بهشت، در خانه‌ای که الله متعال آن را خانه حمد نامیده است. همچنین به پدران و مادرانی که فرزندانشان قبل از سن بلوغ مرده اند بهشت تعلق می گیرد. حدیث شریف می فرماید فرزندان مسلمانان که قبل از سن بلوغ مرده اند در روز قیامت آورده می شوند. الله متعال به آنان می فرماید: بروید وارد بهشت شوید. آنان می گویند نه پروردگارا، تا این که دست پدران و مادران من را بگیریم. الله متعال به آنان می فرماید: دست پدران و مادرانتان را بگیرید و آنان را وارد بهشت کنید. 4. کسی که بیناییش را از دست بدهد، الله او را با بهشت به صبر دعوت می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: الله تعالی می فرماید: اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. وقتی بندم را به دو محبوبش مبتلا کنم، یعنی به دو چشمش، و صبر کند، در برابر آن دو بهشت را به او می دهم. هر عوضی که به او بدهی، آنچه از دست داده است را به او بر نمی گرداند، ولی یک نگاه به نعمت جنت آن را به او بر می گرداند. پس ای فرزندان افغانستان و میانمار و شام و فلسطین که عضوی از اعضایتان را از دست داده اید، از جمله آنان ام عمار، عمرو بن جموح و خاندان یاسر هستید. پس ای مادران شهدای خردسال فلسطین و شام و میانمار و افغانستان، شما را با این حدیث بشارت می دهم. 5. در برپا کردن عبادتگاه ها. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. هر کس برای الله مسجد بنا کند، الله متعال برای او در بهشت خانه‌ای بنا می کند. 6. بهشت از انسان محبت انتقام را بیرون می کشد. کسی که به ظلم و ستم زندانی یا دستگیر شده است، وقتی خارج می شود و چیزی جز انتقام نمی اندیشد. بهشت این کینه را بیرون می کشد. یک لحظه که در بهشت باشی، بعد از آن می گویی هرگز رنج ندیدم. 7. آنهایی که در عزت و نعمت هستند، وقتی خوار می شوند و دنیایشان تغییر می کند. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. پروردگارا برای من خانه نزد خود در بهشت بساز. 8. تو را به عیادت بیمار تشویق می کند تا یک بار سنگین نباشی. عید المرید فی مخرفة الجنه حتی ینصرف. عیادت کننده بیمار در میان درختان انبوه بهشت است تا زمانی که باز می گردد. 9. حتی نرمی با حیوانات.
مردی به خاطر آب دادن به یک سگ وارد بهشت شد. 10. در وقت مختل شدن میزانهای قدرت در میان اسلام و دشمنانش. وقتی دلهای ما پر از ترس و وحشت می شود، بهشت ضروری است. در بدر مسلمانان پا برهنه و کافران سواره بودند. مسلمانان کم و کفار زیاد بودند و آنها ضعیف و کفار قوی بودند. چیزی باید وجود می داشت که معیارها را تغییر می داد و آن این سخن است: برخیزید به سوی بهشتی که پهنایش آسمان ها و زمین است. وقتی غزوه بدر نزدیک شد و دو گروه با هم روبرو شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان مردم برخاست و آنان را موعظه کرد و پاداشی را که در صبر و پایداری برای آنان قرار دارد یادآور شد، از جمله نصرت و پیروزی سریع در دنیا و ثواب آینده الله، و به آنان خبر داد که الله برای کسی که در راهش شهید شود بهشت را واجب کرده است. عمیر بن حمام برخاست و گفت: یا رسول الله، بهشتی که پهنایش آسمان ها و زمین است؟ فرمود: بله. گفت: به به یا رسول الله. فرمود: چرا گفتی به به؟ گفت: نه والله قسم ای رسول الله، ولی با امید این که از اهل بهشت باشم. فرمود: تو از اهل بهشت هستی. او چند خرمایی که از کیسه‌اش بیرون آورد و شروع کرد به خوردن آنها. سپس گفت: اگر زنده بمانم که این خرماها را تمام کنم، این یک زندگی طولانی است. او آنها را دور انداخت و جنگید تا کشته شد. او اولین شهید بود. 11. این با دشمنان قبل از جنگ بود، ولی چند ثانیه بعد از جنگ چگونه آنان را اکرام می‌کنی؟ رحم و شفقت با اسیران. تمام قطعنامه‌های حقوق بشر در حمایت اسیران شکسته می شود، ولی این آیه را گوش کن: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و خوراک را برغم دوست داشتنش به بینوا و یتیم و اسیر می بخشند. چرا این آیه در سوره انسان درباره بهشت صحبت می کند؟ چه ارتباطی دارد؟ امکان ندارد قلب خانواده ها در برابر گنجینه های دنیا نسبت به اسیر مهر بورزد، و ویژه اگر محبوب ترین افراد نزدشان کشته شده باشند. این امکان ندارد مگر با یادآوری نعمت های بهشتی که برای او آفریده شده. به این جهت این آیه در سوره انسان آمده است. 12. کسی که چیزی را برای الله رها کند، عوض آن بهشت است، مانند فرو بردن خشم. الله متعال او را در میان تعداد زیادی از حور عین مختار می کند که هر کدام را که می خواهد انتخاب کند. ای خانم، به اطرافیانت رحم و شفقت کن، و ای مرد، به همسرت رحم کن، در برابرش بهشت از آن توست. 13. صدای کفش بلال در بهشت از سروران سبقت گرفت. همچنین آل یاسر کباب می شود تا اینکه خفه می شود. ضربه و شرمگاه سمیه زده می شود تا کشته می شود و عمار آویزان می شود به سبب صبرشان. صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای خانواده یاسر، صبر کنید، وعده شما بهشت است. ویح عمار تقتله فئة الباغیه یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. وای بر عمار، او را گروه باغی و شورشی می کشند. او آنان را به سوی بهشت دعوت می کند و آنان او را به طرف آتش دعوت می کنند. 14. من و کفالت کننده یتیم در بهشت ماننده این دو هستیم، و بعد دو انگشت سبابه و میانه اشاره کرد، چون او صلی الله علیه و سلم یتیم بود. کسی که پدرانه با یتیم رفتار کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به منزله پدرش است. این حقیقت را صحابه خیلی خوب فهمیدند و دیدگاهشان نسبت به زندگی و آخرت تغییر کرد. به اتفاقی که برای صهیب رومی اتفاق افتاد توجه کن. آن فقیری که برای زندگی به مکه رفت، او بینوایی بود که هیچ چیز نداشت، پس تجارتش رونق گرفت و ثروتمند شد. بعد اسلام آورد و تصمیم گرفت از مکه به مدینه هجرت کند.
قریش قافله‌اش را نگه داشتند و از او پرسیدند: و کجا می روی ای صهیب؟ گفت: من هجرت می کنم. از او پرسیدند: این قافله‌ای که با خود میبری چیست؟ 10 شتر بود که چیزهای گران قیمت بر روی آنها بود. با آنها گفت: اینها ثروت و اندوخته‌های من هستند. و او گفتند: تو بینوا نزد ما آمدی و نزد ما ثروتمند شدی. اگر میخواهی هجرت کنی تمام مالت را بگذار و برو. او فوراً و بدون تردید با آنها گفت: و من بگویید اگر تمام مالم را بگذارم آیا میگذارید هر کاری میخواهم انجام دهم؟ گفتند: بله. گفت: همه اموالم را بگیرید. در یک لحظه تصمیم گرفت. چه کسی به او این توانایی را داد که این تصمیم مهم را بگیرد؟ آن قدرت عظیمی که او را بر آن داشت که این مبارزه طلبی را بپذیرد و تمام ثروتش را در راه هجرت به مدینه فنا کند چیست؟ و او گفتند: آن شتری را که بر آن سوار هستی هم برای ما میگذاری. گفت: این شتر را که سوارم هم بگیرید. گفتند: عبایی را هم که به تن داری. گفت: این را هم بگیرید. ثروتمند، فقیر و بیچیز هجرت می کند. در وقت خارج شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم او می فرماید: چی معامله سودمنده ای ابو یحیی؟ یعنی تو فایده کردی. چه به دست آورد؟ و صهیب می خندد. سلیم به خاطر راضی کردن شوهرش اشکهایش را نگه داشت. به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم صدایش را در بهشت شنید. عماره شانه قطع شدهش را مخفی میکرد تا زنها به او نخندند. وقتی عمر رضی الله تعالی عنه به او گفت: مژده بده که بخشی از بدنت قبل از تو به بهشت رفت، او با این سخن به زنان مدینه مباهات و افتخار می‌ورزید. زنان زیبا به دستان نرمشان افتخار می‌کنند و او به قطع شدن دستش مباهات می‌ورزد. عمرو بن جموح یادآوری برای معلولان. از چند نفر از بنی سلیبه روایت شده است که عمرو بن جموح نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: این فرزندانم به من اجازه نمیدهند که با تو جهاد کنم و الله سوگند من امیدوارم که شهید شوم و با این پای لنگم در بهشت راه بروم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود: الله جهاد را از تو برداشته است. و با فرزندانش فرمود: رهایش کنید، شاید الله شهادت را نصیبش کند. او با رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شد و در روز احد شهید شد. قهرمانان ورزشکاران مسابقه می‌دهند، ولی اولین دونده اسلام هدفش بهشت بود. او سلمه ابن اکوع بود. یک جاسوس سوار بر اسبی آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: چه کسی این مرد را می‌گیرد و در مقابل بهشت از او باشد؟ مرد روی شتر جوانی حرکت کرد و مرد روی شتر بزرگسالی و من پیاده حرکت کردم. بر سرعتم افزودم تا از کسی که سوار شتر بزرگسال بود سبقت کردم. سپس سرعتم را زیادتر کردم تا از کسی که سوار شتر جوان بود سبقت گرفتم. سپس به آن مرد رسیدم. داستان حرام ابن ملحان. صحابی ابن ملحان نزد پادشاه یمن رفت تا او را به اسلام دعوت کند. فرض بر این است که سفیران به سوی پادشاهان احساس امان کنند. در وقت صحبت کردن با پادشاه، شاه به یکی از نگهبانانش اشاره کرد. او نیزه به سوی ابن ملحان پرتاب کرد که پشتش را شکافت. او فریاد زد: به پروردگار کعبه سوگند کامیاب شدم. او چیز به دست آورد؟ آیا این نور را دیدی؟ آیا عینک بزرگ کننده یکس ها را دیدی؟ آیا بهشت را دیدی؟ بهشت به تو نزدیک شد. حقیقت دنیا را شناختی. آری عزیزان، دنیا همین گونه هست. نعمت‌هایش محدود، لذت‌هایش اندک و خوشی‌هایش کوتاه. آنچه که کامل و تمام ناشدنی و فراوان است او در بهشت است. پس از الله متعال می‌خواهیم که ما را وارد بهشت گرداند و در کنار هم قرار دهد. پایان این بخش.